A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. عزیزان، در جلسه گذشته این سوال رو مطرح کردیم: منظور ما از تبلیغ اسلام در غرب چیه؟ امروز بخش دوم از این بحث رو خدمت شما هستیم. گفتیم منظور ما این است که اسلام رو برسانیم. این میشه معنای تبلیغ. اما سوال، رساندن اسلام منظور چیه؟ این رساندن منظور دقیقاً چیه؟ تبلیغ یعنی رساندن. رساندن یعنی صرفاً اطلاع دادن، آگاهی بخشی. مثلا ما بهشون بگیم اینا هست، اینا حقایقیه که در عالم وجود داره. همین منظور همینه. رسالت انبیا همین بوده، یعنی فقط اطلاع رسانی. و ما علیک الا البلاغ، یعنی ما فقط آقا اطلاع رسانی کنیم دیگه، خدا پیغمبر هست و امام زمان و امروز هم ولی فقیه، خلاص. یا وظیفه سنگین‌تری به عهده داریم. ما باید بیایم نه فقط این مطالب رو برسانیم، باید کاری کنیم افراد اقناع بشوند و در مسیر اون مفاهیم دینی کار تربیتی روشون انجام بدیم که تا مرحله عملیات، یعنی تقوای عملی که در رأسش تبعیت از ولی فقیه هست، این محقق بشه. منظور ما از تبلیغ دین چیه دقیقاً؟ اینکه فقط اطلاع رسانی کنیم؟ خب شیطان همه چیزو میدونه، یعنی نسبت به شیطان دیگه کار تبلیغ انجام شده. شیطان همه چیزو میدونه. خیلی از کفار اصلا معنای اصطلاحی کافر یعنی کسی که حقو میپوشوند. من بعد ما تبین لهم الحق، حقو میفهمه انکار میکنه. همین. یعنی ما رها کنیم یا نه؟ اصلا کار ما خیلی عمیق‌تر از صرف اطلاع رسانیه. ما یک وظیفه سنگین‌تری داریم که اون رسالت انبیا هست. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول باید کار تربیتی کنیم. پس اگر ما میگیم منظور ما از تبلیغ چیه، واقعا اگر بخوایم منصفانه جواب این سوالو بدیم، یعنی ما میخواهیم در عالم مردم را نسبت به اعتقادات حقه اقناع کنیم. این اقناع تو یک مسیر تربیتی واقع بشه که یک سلوک دینی و یک رفتار دینی و یک سبک زندگی دینی رو ترویج کنیم. در سبک زندگی دینی، در جامعه دینی، محور با ولایت است. یعنی این انسان به مقامی میرسد که میشود العبد، عبد میشود. وقتی عبد شد، این عبد وقتی در کنار ولی خدا قرار میگیرد، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این میشه معنای ایمان. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. این معنای ایمان تو قرآن. یعنی ما اگه قرار اسلام رو تبلیغ کنیم، ایمان رو تبلیغ کنیم، یعنی مردم و جامعه مؤمن و با تقوایی که در عمل تبعیت از ولی خدا دارد. ولی خدا امام زمان هست و در زمان غیبت میشه ولی فقیه. این میشه تبلیغ دین. حالا در عرصه های مختلف. اینجا سرفصلی که ما خدمت شما هستیم برای مخاطب غربی، مخاطب غرب زده. این میشه نکته اول. حالا ما گفتیم میخوایم اندیشه امام و مقام معظم رهبری رو منتشر کنیم. آقا اندیشه امام و حضرت آقا لب کلام چیه؟ لب کلامشون اینه که تمام مسیر انبیا و مسیر ائمه علیهم السلام برای تشکیل حکومت دینی بوده. چون بدون کار حکومتی کار تربیتی ممکن نیست. نظام اقتصادی در بحث تربیت موثره. نظام ربوی، اقتصاد حرام، ترویج فساد، بحث‌های تربیتی، بحث آموزش پرورش، همه اینها تو تربیت نسل موثره. اگه من بخوام کار تربیتی انجام بدم تو یک کشوری، باید قوه قضاییش دستم باشه، باید نیروی تربیتیش دستم باشه، دانشگاه ها، سیستم آموزش پرورش، همه. پس می شود تشکیل حکومت دینی. پس ما رسالتمون و تکلیفمون تشکیل حکومت دینی است. این میشه نگاه مقام معظم رهبری و حضرت امام. یعنی رسالت انبیا تشکیل حکومت اسلامی در جهان بوده. بله اسلامی. آقا انبیا و اسلام، بله همه انبیا خدا مسلمون بودن. ان الدین عند الله الاسلام.
دین اسلام دین همه انبیا بوده. همه انبیا به 12 امام و 14 معصوم اعتقاد راسخ داشتن. همه مرید امام حسین علیه السلام بودن. بله، حضرت عیسی مسلمان بوده، حضرت یعقوب مسلمان بوده. آیات متعدد قرآن به این مسئله تأکید دارن. خب پس حالا که این نگاه رو فهمیدیم، امروز در عصر غیبت ما میگیم میخوایم حاکمیت دینی رو، منظور از حاکمیت دینی چی شد؟ میگیم در عصر غیبت حاکمیت ولی فقیه. این رو ما میخوایم، چون مسیر انبیا هست، این رو ما میخوایم در کل دنیا توسعه بدیم. یعنی گام‌های ایجاد تمدن نوین اسلامی. چجور ما باید این گام‌ها رو طی کنیم؟ اول در داخل کشور قدرتمند بشیم، در منطقه قدرتمند بشیم و در عالم قدرتمند بشیم. یکی از مؤلفه های قدرت که حضرت ابراهیم وقتی داره کعبه رو میسازه میگه خدا فجعل افئدة الناس تهوی الیهم، خدا قلوب مردم رو با اینا همراه کن. یعنی مردم دلداده اینها شوند، مردم جذب شوند. پس مهمترین مؤلفه قدرت این است که قلوب مردم ایران، منطقه و جهان رو ما جذب کنیم نسبت به نظام ولایی، نسبت به حاکمیت ولی فقیه. این میشه تبلیغ دین. پس منظور از تبلیغ هم روشن شد. خب آیا اینا رو چجور میشه جذبشون کرد؟ بهترین روش تربیتی اسلام این است، میگه انقدر فرد تو بحث تربیتی تزکیه بشه، انقدر از معارف دینی بهش ارائه بشه، یزکیهم و بعد یعلمهم، این مسیر انقدر طی بشه، خود مردم چیکار کنن؟ لیقیم الناس بالقسط، خودشون قیام کنن برای تشکیل حکومت دینی. یحکموک فیما شجر بینهم، اینا بیان بگن آقای انبیا، آقای اولیا، الان در مقام غیبت آقای ولی فقیه، ما در خدمت شما هستیم، شما بیا این علم رو دست بگیر و ما هم پای علم وایسادیم. یعنی یک مقبولیت عالمگیر ایجاد شود برای نظام ولایت که مردم دنیا خودشون اقبال کنند و با کمال میل عاشق ولی خدا بشن، عاشق دین خدا بشن و در مسیر الهی قدم بزنن. خب ما گفتیم تا اینجا روشن شد. پس تبلیغ منظور ما چیه؟ اما ما کی هستیم؟ اینو تو جلسه قبل اشاره داشتیم. ما شیعه انقلابی مقلد آقا هستیم که میخوایم گام دوم انقلاب اسلامی رو رقم بزنیم. گام دوم شامل تثبیت قدرت انقلاب اسلامی در داخل ایران، در منطقه و در جهان هست. ما در گام دوم باید تبدیل بشیم به یک قدرت جهانی، قدرتی در راستای حقیقت، در راستای عدالت و در راستای انشالله تعجیل در ظهور آقای امام زمان علیه السلام. خب منظور از غرب چی بود؟ اینو به شما وعده داده بودیم، تو این جلسه توضیح میدیم. ببینید ما یه غرب جغرافیایی داریم، یه غرب فرهنگی. اینا با هم فرق میکنه. غرب فرهنگی خب یعنی اندیشه ای که از این جایگاه و از این بستر آمده. یعنی شما برید ببینید تو یونان باستان چه وضعیتی بوده، از انکار و از الحاد و از شرک و از شهوترانی و مبانی فلسفی شهوترانی از یونان باستان. و بعد از یونان باستان رسید به روم و در روم ماند و در روم تقویت شد و اصلا شد مبنای اندیشه اون منطقه. البته در مصر هم این مبانی بسیار تقویت شد و خیلی بدتر از روم، چون این مبانی دنیا طلبی با اتصال به عالم شیاطین دنبال شد در مصر. یعنی یه لایه خبیث‌تر که الان صهیونیسم بین الملل هم همون اندیشه مصر باستان که ارتباط با شیاطین هست و خود شیطان اینو داره دنبال میکنه. اینا الان با هم ترکیب شدن یک جبهه واحد در مقابل حقیقت، جبهه‌ای که ملاکش استکبار هست، برتری جویی هست، استضعاف دیگران هست، ظلم به دیگران هست، ریختن خون هست، بر اساس جنگ و ایجاد تفرقه و فساد در عالم حاکمیت خودشو داره حفظ میکنه و تقویت میکنه. این مبنا در زمان قدیم بوده، در زمان قبل از اسلام بوده، در دوره بنی امیه و بنی عباس هم بوده، تا امروز هم ادامه داره. یک سیستمی که ما درش به جای یزکیهم یفسدهم و یسعون فی الارض فسادا و یک شبکه از نظام شهوترانی، فساد، نه به حجاب اجباری، نه به حاکمیت دین، نه به حاکمیت ولی فقیه. این سیستم شهوتران هوای نفس
طلب هوای نفس پرست در غرب فرهنگی وجود داره. پس لزوما منظور ما غرب جغرافیایی نیست، هرچند که غرب فرهنگی خاستگاهش در غرب جغرافیایی شکل گرفته. امروز هم دیگه در رأسش آمریکاست و صهیونیسته که ما اصلا شعارمون مکبر آمریکا و مکبر اسرائیل به همین جهت. یعنی این نظام سلطه یک اندیشه و یک محوری همون شعارهای شیطون داره، انا خیر من، ما بهتریم، ما برتریم، ما قوم برگزیده ایم. اصلا ما یه اصطلاحی تو اسپانیا داریم میگن که ان لاس بناس کور لا سانگره ازول، میگه اینا خون آبی دارن، یعنی چون چشاشون آبیه یا ما اصلا خون آبی داریم. این تکبری که اینها دارن فوق العاده خطرناکه و حکومت انبیا برای نجات مستضعفین جهانه، یعنی جبهه حق در مقابل جبهه باطل. حالا ما میخوایم تو جبهه حق بیایم از این افرادی که یا به عنوان سردمدار هستن یا داخل این جبهه جذب شدن که حالا ممکن از جغرافی داخل کشور خودمون باشن، ما یالم غرب زده و غرب پرست در داخل کشور خودمون داریم، ما میخوایم از این آدم ها جذب اندیشه اسلام انقلابی کنیم. کار سخت شد نه؟ پس شد منظور از تبلیغ در غرب یعنی غرب فرهنگی، یعنی تهران خودمون، یعنی اصفهان خودمون، مشهد، شیراز، همین دور و بریای خودمون و البته مخاطبی که در بیرون مرزها ممکنه باشه. منظور این نیست که مثلا ما بریم توی لندن برای بچه حزب اللهیا جلسه بذاریم، این هم خوبه، اما این دیگه تو همون بحث هیئت‌داری و کار تربیتی و تشکیلاتی داخل بچه مسلمونا تعریف میشه. کار ما و سرفصل ما تبلیغ اسلام برای مخاطبی است که غربی است و غرب زده است. حالا سوالات این جلسه، به نظر شما این کار، این مخاطبی که اینقدر نسبت به ما موضع داره، اینو چطور ما میتونیم جذبش کنیم؟ چه تکنیکایی لازم داریم برای جذب این مخاطب؟ اصلا آیا ما مبلغ موفقی در عرصه جذب مخاطب غربی و غرب زده داریم؟ این مبلغ موفق چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ 3 نفر از این مبلغین رو برای ما ذکر کنید، نام ببرید، بگید استاد فلانی فلانی. 3 نفر که دارن این کار رو انجام میدن که مخاطبینی که در اون جبهه جذب شدن اینا رو دارن میارن سر سفره اسلام. یه سوال آخر، آیا نهاد یا ارگانی، یه سازمانی، یه جای رسمی بودجه داشته باشه در کشور جمهوری اسلامی وجود داره که متولی این امر باشه؟ حالا چه تو کاغذ چه تو عمل، آیا چه نهادی هست؟ و سوال آخر این که آیا این نهاد موفق عمل کرده یا خیر؟ انشالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.